السلام علیکم و رحمت الله. بالاخره دوستان شهر تسخیر کردم کامل، همه انداختم بیرون، هیچکی نمیبینید. انسان که هیچی، پرنده و حیوان هم دیگه نیست، کامل تسخیر بنده شد، تمام شد. آخه مگه میشه این ساعت هیچکی نباشه؟ بابا ایران 5:30 میری بیرون هستن 4 تا پیرمردی صف نونی کله پاچه چیزی، هیچکی نیست. یعنی حتی ماشین، مثلا ماشین همیشه باید ببینه دیگه شب کار داریم فلان، حتی هیچ انسانی. بعد اینجا شلوغ ترین خیابون کل شهره، ببین یه چیزی خبر خوب. بعد دوست این یاد رفت، اگر رزق و روزی میخوای پولدار شی، یکی از راستاش همینه، در اسلام توصیه شده 5 صبح کرکره بده بالا، برو پیش همون چیزا یارو دوستان دیگه. بعد تو 5 صبح بری، یکی دیگه 5 صبح بیاد، جفتتون فعالید و نمیدونم دنبال گسترش کسب و کارید، همدیگه رو پیدا میکنید، باعث خوبی ارتباط، باعث بهتر شدن ارتباطات میشه. که اگر تو مثلا اینو کسخلی 5 بیای بیرون مغازه رو باز میکنی، منم همینطور با هم دیگه رفیق شیم، بعد با هم دیگه کسب و کار میکنیم فلان میکنیم، یعنی چیز رزق و روزی رو بیشتر میکنه.